حتی متاسفانه در وزارت خارجه ما مرکز تحقیقاتی وجود نداره. به کشوری که میگه 5000 ساله ما تاریخ داریم فکرت است؟ بله. یک بخشی وجود نداره در قسمت تحقیقاتی در قسمت ایران و پاکستان. دقیق. حتی ما تا به حال یک مدون نداریم که ما چی مشترکات با پاکستان داریم، چی تناقضات وجود داره، به تضادهای وجود داره بین ما و تضادهای منافع داریم با هم دیگر. بله. که ما روی مشترکات همکاری کنیم، روی تفاهم کنیم بتانیم. هیچ چیزی وجود نداره. متاسفانه بس کل صراحت ما میگم در هر نظامی که بوده از زمین 100 سال اخیر که ما میبینیم تا به حال ما با قضایای بزرگ بسیار بازی کوچک میکنیم. بله. این بسیار با بازی کوچک میکنیم. همین امارت اسلامی که با وجودی فعلا مواجه هست با پاکستان و خیلی زیاد یعنی توقعات میره از اون غرور پاکستانیا، غریش پاکستانیا که ما میشنویم، امثال وزیر دفاع و کسای دیگه شان که اونا با تمطراق صحبت میکنن که احتمال جنگ تمام و عیار احتمال داره. بله. با وجود ازوی امارت اسلامی با اینمی بزرگی قضیه فعلا بسیار کوچک بازی میکنن. فعلا